ماه رمضان در یک تعبیر ما می توانیم بگوییم ماه فرصت ها. ما یک فرصت داریم و موانع داریم. فرصت ها و موانع. در ماه مبارک رمضان فرصت ها افزایش پیدا میکنه، موانع یا برداشته میشه یا موانع کم میشه یا موانع کوتاه میشه که انسان میتونه خودشو عبور بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در ماه رمضان بهشت خدا مزین میشه به زینت هایی که در طول سال به خودش نداده بود. روز به روز جذابتر میشه. روز به روز خدا میگه هر چی زینت داری به خودت بگیر. نزدیکی که بندگان روزدار من این کوله بار گناه از کولشون بندازن و به سوی تو بشتابن. هر چی زینت داری بگیر. باب ریان تو باز کن. دری در بهشت هست بهش میگویند در ریان، فقط در رمضان باز میشود. میگه در ریان تو باز کن. و در وصف پیامبر آمده صلی الله علیه وسلم که پیامبر با سخاوت ترین مردم بود، اما در رمضان سخاوتش افزایش پیدا میکرد و در دهه آخر رمضان دیگه بی نهایت سخاوت میشد که نمیگذاشت کسی در 10 شب آخر در مدینه به خواب بره. نه خودش میخوابید، نمیگذاشت در خونه ها رو میکوبید. این 10 شب شب خواب نیست. این 10 شب باید دنبال گنج بچرخیم. همینطوری که روزه رو خداوند در طول روز امتداد داده و در طول روز به تو ثواب میده و در طول شبم دوباره با قیام تراویح و قیام تهجد دوباره تلاوت قرآن صورت میگیره و در یک ماه امتداد داده. امتداد ماه روزه رو خداوند میکشونه چه؟ حتی سنت ها رو دوباره کش داده. سنت ها رو کشیده برده معادل فرض کرده. سبحان الله. و فرض رو کشیده اینطوری دوباره افزایش داده به فرض و هر فرض رو 70 برابر قرار داده. و همین جور ماه رمضان رو در دهه آخر خداوند افزایش میده. همونطوری که پیغمبر با سخاوت ترین میشه در دهه آخر، رمضان هم در دهه آخر با سخاوت ترین دوست میشه. به جایی میرسه که در یک شب خدا بهش اجازه داده معادل 83 سال به تو ثواب بده. از این دیگه بالاتر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. از 1000 ماه بهتره. البته این اون شب پاداش نیست. شب قدر شب پاداش نیست. شب پاداش شب عیده، آخرین شب ماه مبارک رمضانه. اون جای خودشه. نمیشه صحبت کرد درباره رمضان. درباره فضل خدا نمیشه صحبت کرد. کم میاره. هر کسی ادعا بکنه بازم کم میاره. میگم وقتی یکی از کمالات قرآن روزه و رمضان باشه با این همه خیر و برکتش، پس کل کمالاتی که در قرآن هست چیه؟ این ماه فرصت هاست. اگه کسی با کسی قهر آشتی بکنه، اگر کسی بخیل سخاوتمند بشه، اگه کسی گناهکار توبه بکنه، اگه کسی گمراه دنبال هدایت بره. روزه یک عبادت جهانیه و رمضان خداوند تا در خلت هم کشونده، امتداد داده در کل دنیا. قدر این نعمت ها را بدونیم. ما الان بهترین شب ها در اختیارمونه، ولی افسوس که شغل مسلمان ها طوری شده که تو ماه مبارک رمضان بیشتر مشغول میشن. یعنی تو 11 ماه تو کار نکرده که یک ماه اگر کار گیرت نیاد یا مرخصی بگیری یا در مغازت قفل کنی، در ساعتهای از روز یا شب به روزت بپردازی، نه به پارچت، نه به قرآن بپردازی، گرسنه میشی. 10 روز دیگه صید میگو باز میشه تا 40 روز. این کی صید میگو باز میشه؟ 10 روز دیگه طبیعیه صید میگو باز میشه. و میگو طلای دریاست. تو متولنج هر طوری که بخواد نماز تراویح بخونه، لباسش پوست ماهیه،
به بدنش چسبیده، لباسش خونه، میدونم کثیفه، بو داره میده، اگه نرم کنه میتونه. از امسال به فکر باشید که برای سال آینده مرخصیتون رو تنظیم بکنید که یک ماه مبارک رمضان بپردازید به خودت و خانوادت و تقوات و آخرتت و خداوند و از این یک ماه توشه بگیر برای 11 ماه دیگه. واقعا فرصته. خداوند به همه شما مزید توفیق عنایت بفرماید.